بسم الله الرحمن الرحیم. در آیت 175 سوره آل عمران رسیدیم. مطلب دوم، نتایج کفر و نفاق. برای کسایی که کفر و نفاق میکنن نتایج زیاد در اینجا بیان شده. اول، ترس از شیطان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. الله متعال میگه یقینا این شیطان است که دوستای خود میترسانه. فلا تخافوهم، پس شما از اینا نترسین. و خافونی، و از ما بترسین. ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن هستین. دوم، اینجا بینصیب شدن از آخرت و گرفتن عذاب بزرگ. اینا کسایی که به این مرض مبتلا هستن، به کفر و نفاق، بینصیب میشن از آخرت و عذاب بزرگ برشان چی میشه؟ نصیب میشه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الله سبحانه و تعالی میگه که ولا يحزن، که بطور جگر خون نسازه، الذين، کسانی که یسارعون فی الكفر، در کفر بسیار به سرعت داخل میشه. انهم لن يضر الله شیئا، اینا به الله ای ضرر رسانده نمیتونن. یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره. الله متعال میخواه که بر از اینا هیچ نصیبی در آخرت نباشه. و لهم عذاب عظیم، و بر از اینا عذاب بسیار بزرگ است. در آیت 177 آل عمران سومین نقطه را بیان میکنه که مستحق شدن عذاب علیم، عذاب دردناک، برازیا مستحق عذاب دردناک میشن. الله متعال میگه ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقینا کسانی که کفر در مقابل ایمان خریدن، ایمان ترک کردن و کفر اختیار کردن، لن يضر الله شیئا، به الله ضرر رسانده نمیتونن. و لهم عذاب علیم، و بر اینا عذاب دردناک است. چهارمی جزایشان چی است؟ عذاب مهین است، عذاب توهین کننده. ولا يحسبن الذين كفروا، و گمان نکنن کسانی که کافر شدن، انما نملی لهم، که ما بر اینا مهلت میتیم. این مهلت ما خیر لانفسهم، بهتر از برای نفسایشان. یا اوتو گمان میگن نکنن که اگر بر اینا مهلت داده میشه این به خیرشان است. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. الله متعال میگه ما برشان فرصت میتیم تا که اینا گناه خود بیشتر بکنن، زیاد بکنن، که باز روز آخرت برشان دلیل نباشن. ولهم عذاب مهین، و برشان عذاب بسیار دردناک است. پنجم نقطه که هست داخل شدن در خبیثان. در آیت 179 ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. الله متعال نمیگذاره مؤمنان را علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا زمانی که الله متعال خبیث از طیب فرق نکرده باشه. یعنی وقتی که این مشکلات بالای مسلمان میاد یا شکست میاد در احد و یا در دیگر غزوات، این برازی هست که انسانهای مؤمن واقعی، انسانهای خبیث از مؤمنای واقعی برکشیده شود. یمیز الخبیث، چرا این منافقین اینا خبیث هستن و کافر هستن، اینا در بین مسلمان ها داخل شدن. اینا الله متعال اینا را چه قسم از بین از اینا میکشن؟ در اینمی مشکلات و شکست ها باز اینا میبینن وقت منافق دیگه دید که مسلمان ها ضعیف هستن، باز خدا نشان میده. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی الله متعال شما را به غیب مطلع نمیسازه. ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، لکن الله متعال از پیغمبرایش بعضی را میگزینه که اونا باز اخبار غیبی بر از اونا باز بر شما تبلیغ میکنه. فآمنوا بالله، پس شما ایمان بیارین به الله و رسوله و به پیغمبرایش. و این تؤمنوا، و اگر شما ایمان بیارین و تتقوا و تقوا بکنین، فلکم اجر عظیم، بر شما اجر بسیار بزرگ است. ششمی جزای از اینا چی هست؟ بخل و توقع شدن آتش مانند گردنبند به سبب بخیلی. ولا یحسبن الذين یبخلون، الله متعال میگه گمان نکنه کسایی که بخل میکنن بما آتاهم الله، و به آنچه که الله برشان داده من فضله از مال، هو خیر لهم، این بخیلی کردن به خیرشان است. بل هو شر لهم، این برشان شر است، ضرر است. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، آنچه که اینا بخیلی کردن ایده گردنشان مثل طوق واره می باشه. ولله میراث السماوات والارض، و مخصوص الله هست میراث آسمان ها و زمین. یعنی کل این چیزا به الله میمانه. انسان ها نابود میشن، مخلوقات نابود میشه، کل نفس ذائقه الموت، و کل ذی میمانه به الله سبحانه و تعالی. والله بما تعملون خبیر، الله متعال با آنچه که شما عمل میکنین با خبر است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.